تا حالا شده حس کنی یه سقف نامرئی روی درآمدته؟ نه فقط عدد حساب، این فکرته که باید باز بشه. امروز 5 تا ابزار رو با هم مرور میکنیم که هم باید ذهنیتت رو عوض بکنی، هم پیشنهاد درآمدی برای خودت بسازی، واقعی و قابل اجرا. ما همیشه 3 تا دروغ مالی به خودمون میگیم که باید بیایم این دروغا رو مرور بکنیم و بعد یه بازنویسی واقع گرایانه داشته باشیم. دروغ 1: پول فقط با پارتی و شانس میاد. بیا اینو بازنویسی کنیم. پول برای آدمی که یه مسئله و مشکلی داره میتونه باعث حل مسئله بشه زمانی که بودجه داره. 3 ضلع درآمد چیان؟ مهارت، مسئله و مخاطبی که بودجه داره و اون بودجه رو میخواد به تو بده. دروغ 2: پول مساویه با طمع. بازنویسیش کنیم. پول مساویه با سوخت اجرای ارزش. یه آدم خوب با سوخت بیشتر خبر بیشتری هم میسازه. تو میتونی از راههای اخلاقی درستش خوب به درآمد برسی. مسیرت پاک باشه، معاملت شفاف باشه و وعده قابل سنجش بدی. دروغ 3: نمیدونم از کجا شروع کنم. بازنویسیش کنیم. از پیشنهاد کوچیک تست پذیر شروع بکن، نه یه رویای بزرگ و دست نیافتنی. اما راجع به ذهنیت حرف بزنیم. شاید خیلی از مشکلات از همین ذهنیتمونه. ذهنیت که فقیر باشه نمیتونی خیلی فکرها رو بکنی. خب من مهندسی معماری خوندم و کار طراحی انجام میدم. خونه هایی که توی زندگی کردم خونه های معمولی بوده، توی مناطق خیلی معمولی تهران. اما جایی کار کردم که پروژه هاش همش لول بالاست. بعد زمانی که بعد پلان میکشیدم مثلا میگفتن متراژ کل ویلا 500 متره، حالا بیا براش اتاق خواب در بیار. من با ذهنیت فقیرم میومدم اتاق خوابای نهایت 12 متری در می آوردم. و بعد رئیسم به من میگفت ذهنتو باز کن. یه نفر که 500 متر مثلا زیربنای یه طبقه ویلاشه، اتاق خوابش نباید 12 متر باشه. و بعد من فکر میکردم خب اصلا اتاق خواب بزرگتر از 12 متر اصلا چه شکلی میشه، چه فضاهایی داره، چیا لازم داره. وقتی ذهنیتت رو تغییر بدی و خودت رو بذاری جای اون آدمی که اومده و طراحی ویلاش رو به تو سپرده، اون موقع میتونی کم کم با دغدغه‌های اون آدم آشنا بشی. ببین تا زمانی که تو فکر بکنی که خب من که مثلا درآمد 50-60 میلیون در ماهم رو دارم و وضعیتم استیبل و خوبه، پس احتیاجی به تغییر ندارم. دارم چند تا قسطی که دارم و میدم، زندگیمو میچرخونم، دنبال دردسر که نیستم. اصلا مگه بیرون از اینجا میشه بیشتر از این پول در آورد؟ همون ذهنیتت داره جلوی تو رو میگیره و داره به تو میگه که نه، ببین همین وضعیتت خوبه، توی همین وضعیت بمون، آروم آروم زندگی تو پیش ببر، تاشم میمیری، تموم میشه، میری دیگه. اکثر آدما همین جوری زندگی میکنن. کجا زندگی تغییر میکنه؟ همون جایی که ذهنیتت تغییر بکنه، همون جایی که بفهمی بیرون از در این خونه یا بیرون از در شرکتی که داری توش کار میکنی معامله هایی میشه که رقماش رو حتی نمیتونی صفراشو بشماری. تو همین ایران خودمون اصلا لازم نیست رویا پردازی بکنیم بگیم تو کشورهای توسعه یافته فقط داره این اتفاقا میفته. نه، همین کشور خودمون، همین شهر خودمون چقدر هلدینگ‌های بزرگ هستن، چقدر شرکت‌های بزرگ هستن، کسایی که کار تجارت انجام میدن، کسایی که حتی کارهای معمولی‌تر انجام میدن. بابا کسایی که آنلاین شاپ دارن درآمدشون خیلی بیشتر از کسایی که تخصصی دارن یه کاری رو انجام میدن. بعد ماها درس میخونیم، بادم به قبقبمون میندازیم که ببینین چقدر درس خوندیم خوبه، الان لیسانس، فوق لیسانس، دکترامونو گرفتیم، ولی نمیدونیم چرا درآمدمون انقدره. بعد بهش میگیم خانم محترم، آقای محترم، کسی که رفته مهارت دیگه یاد گرفته که خواهان بیشتری داره، مثلا آرایشگری، و تونسته اسمش رو برند بکنه و الان داره خدا تومن پول در میاره، اینور ما میگیم نه، امکان نداره، من انقدر درس خوندم، زحمت کشیدم، یعنی با یه مو اصلاح کردن یا مو درست کردن مگه میشه 2-3 برابر من پول در آورد؟ 2-3 برابر که هیچی، خیلی بیشتر میشه پول در آورد. این اپیزود خیلی دلی باهاتون حرف زدم بدون اینکه بخوام جمله بندی خیلی خاص داشته باشم، چون خودم دارم خیلی رو ذهنیت خودم کار میکنم و این تغییر ذهنیت خیلی باعث میشه که نگاهتون به جهان تغییر بکنه. اینجاست که از اون زون امنتون میایین بیرون و حاضر میشین ریسک بکنین و تهش هم مطمئنین که اون کار جواب میده. یه جمله خیلی جالبی شنیدم، دوست دارم بهتون بگم. یه کسی که مشاور کسب و کار بود و از این آدمای خیلی موفق بود، از اینایی که مثلا در سال ممکنه کلا 100 تا مشاوره داشته باشه با مبالغ خیلی بالا. این آدم حرف خیلی جالبی زد.
گفتش که آدمای ثروتمند و آدمای موفق از لحاظ مالی هیچ وقت به پلن بی فکر نمی کنن، چون کل تمرکزشون رو گذاشتن رو همون پلن ایشون و اصلا به پلن دیگه فکر نمی کنن. ولی امثال من مثلا وقتی میخوایم از کارمون بیایم بیرون، از کار کارمندی، میگیم که خب من میرم حالا 1 سال تلاشمو میکنم که برای خودم کار بکنم، اگه نشد دوباره برمیگردم به کارمندی. این اشتباهه. اگه نشد نداره، باید بشه. مگه برای بقیه نشده؟ بابا آدما مگه چقدر با هم دیگه فرق دارن؟ وقتی تفکرش میفته تو ذهنت که باید این اتفاق بیفته برات، باید آیندت رو اینجوری بسازی، پس مطمئن باش که میشه. ببین اصلا دوست ندارم حرفام بره سمت این انگیزشی یا بخوایم پکیج بفروشیم و حال همدیگه رو خوب بکنیم. نه، چیزی که میخوام زندگیش بکنم، چیزی که دارم تو مسیرش قدم برمیدارم و مطمئنم که اتفاق میفته و دلم میخواد تو هم با من هم مسیر و هم قدم بشی و به دونه دونه قدمایی که برمیداری باور داشته باشی. تا وقتی که 4 چنگولی چسبیدیم، زون امنمون و کار امنمون و درآمد ثابت ماهانمون رو نمیتونیم به چیز دیگه فکر بکنیم، نمیتونیم ذهنمون رو باز بکنیم. کافیه یکم از اون زون خارج بشیم، میبینیم که چه درایی به روی ما باز میشه. البته اینم اضافه بکنم، نباید بیگدار به آب زد. به هر حال ما یه سالی رو کار کردیم، زندگی کردیم، یه سن و سالی داریم، یه اعتباری جمع کردیم. به واسطه اون اعتبار، به واسطه اون روابط جرأت میکنیم که از اون زون امنمون بیایم بیرون. اگه اول کارمونه، اگه تجربه‌ای نداریم، نه، باید بمونیم تجربه کسب بکنیم، ولی هر روز به خودمون یادآوری بکنیم که این اون زندگی نیست که ما میخوایم. صرفاً موقت داریم تجربه کسب میکنیم برای ساختن زندگی که آرزوش رو داریم، برای ساختن زندگی که میدونیم بهش میرسیم و حقمونه. اگه دوست داشتین راجع به اینجور مسائل بیشتر با هم دیگه گپ میزنیم، چون خودم دغدغه این روزامه و دائم دارم راجبشون میخونم، پادکست گوش میدم و فکر میکنم. تا اپیزود بعدی فقط 1 قدم بهتر شو، نه بیشتر. این دفعه میشه، بهت قول میدم.